درود بر همه دوستان. من صادق پرویززاده‌ام، عکاس و فیلمبردار حیات وحش. امروز داخل لونه یک موجودی شدم که بسیار جالبه. حیوانایی که شکار کرده رو میتونید مشاهده کنید. به نظرتون دوستان اینجا لونه چه موجودیه؟ حالا من یه فیلمی از داخل لونه میگیرم و شما حدس بزنید لونه چه موجودیه و شکاراش چیه. حالا من زیاد صحبت نمی کنم و شما لذت ببرید. این که مشخصه چیه. یه دونه روباه دوستا و چیزایی که دیگه که میتونید ببینید، احتمال زیاد این یه ماری باشه، ستون فقرات یه مار باشه. این پایی شکارچیه، از چنگالاش مشخصه. نگاه کنید دوستان، این چنگال، البته چنگال که نمیشه، یه دسته یه دونه آگاماه. حالا بذار زوم کنم روش، فوکوس کنم. اینه که نگاه کنید. کی میخواد این ناخونو بهش بدم؟ به نظرتون ناخونه چیه دوستان؟ خوب نگاش کنید. اینم احتمال زیاد یه سنجاب باشه. البته نه، سنجاب درشت داره. این چیه؟ این چیه؟ موی انسان، موی جان. یه تسبیح. این شکارچیمون یه دونه تسبیح هم با خودش آورده. موی انسان، یه دونه مهره داخلشه. احتمال زیاد از این جادو جنبلی ها باشه. به درد نمیخوری. موی پیرزنی باید باشه، پوسیده. این چیه به نظرتون دوستان؟ عجب آشیانه ای شد. هرچی که فکرشو بکنید داخلشه. شبیه صورته. به نظرتون چیه این؟